ما آدمای خاصی هستیم و همیشه میدونست. فقط 4% از جمعیت آمریکا را تشکیل میدهد. کمتر تجمع افراد گروه خونی آب در جهان. ساحر غیب گویان تمرینگران با دعا و ستاره. اینجا کتابای زبان اصلیشونه ولی من هیچ کدومو نمیشناسم. اما این به نظرم بد نبود ولی اصلا هیچی راجبش نمیدونم. I'm judging a boy by its cover. نمیدونم. جدی واقعا برای چی باید یکی اینو داشته باشه؟ دستمال گرمه ببینی؟ خیلی کوچولوه. آره رفتیم پرونده جنایی خریدیم. پرونده جنایی نشونه شد گروگانگیری. همه این 3 تا کاراگاه هم پرونده جنایی رو حل کنیم ببینیم چی میشه. تلاش های فراوان بالاخره رسیدیم. واقعا منم مردم. نه دونای فلفل هم روش ولی اونقدر تون نیست خدایی. نه باتر چیکن رو تست بکن با برنج. گودو تایم نداریم واقعا. خب بچه ها تست کنید. بچه من خیلی تیک تاک دیدم همین بدون خوبه خودم تست نکردم. از 1 تا 10 ببین اصلا چیز جدیدی نیست. حالا 1 تا 10 چند؟ بچه ها غذا خیلی شبیه غذای ایرانی بود طعماشون ولی خب از غذای آره هم خیلی تندتر بود همین که غذای خیلی خوشمزه تر بود. بخاطر خیلی چیز ایمپرسیوی نبود. بچه وایس خب منم خلاصه که چیز بدی نبود فقط در حد اینکه تجربه کنی خوب بود. در حد اگه یه بار رفتی بعدش دیگه خونت غذا تو بخور چون خیلی غذا ایرانی خوشمزه تره. چربی‌ها رو می‌لیدم. الان راه میریم تا اون نونای روغنی که خوردیم نونش روغنی بود و لیتری مزه روغن میداد. اینا رو آب کنیم. بچه ها من انقدر دیشب خستم بود که اصلا حوصله نداشتم برم بیرون ولی خب دیگه here we are. ولی خب انقدر حوصله نکشید که اصلا دیگه برای آماده شدنم ویدیو نگرفتم ولی خب داریم میرم کاخ نیاورم. بریم ببینیم چه خبر. من هر روز بیرون نمیرم اصلا اینطوری نیست که هر روز باشم برم بیرون. اصلا کلا 1 ماه هست که من بیرون نرفتم. اما دیگه این پنجشنبه فقط پنجشنبه جمعه شاید خلوت باشه. پنجشنبه هم نه چون کلاس دارم. پنجشنبه جمعه ها بتونم برم بیرون که دیگه امروز نهایت استفاده رو ازش کردم.
همه جا، اصلا نمیشه رفتید، یعنی میشه رفتید ولی خب من چون قبلا رفتم اینجا رو دیگه نرفتم دیگه، چون که خیلی شلوغ بود اینجا موندم. و حالا دلیل شلوغی چیه؟ دلیل شلوغ اینه که امروز 29 فروردینه و جمعه هم هست و اینکه کلا 29 فروردین من نمیدونستم، ولی انگار اینطوریه که بلیط موزه ها و اینجور جاها رایگانه و خب این یک دلیل خیلی بزرگه که اینجا الان خیلی شلوغه. لیترلی من دفعه قبل که اومدم اینجا انقدر خلوت بود که کلا خیلی خلوت بود دیگه ولی الان واقعا شلوغه. من ترجیح میدم که از این فضای سبز لذت ببرم. ولی خب خدایی فضای سبزش خیلی قشنگه. من کاغذ سعدآبادم که رفتم فضای سبزش رو خیلی دوست داشتم. ببین اینجا مثلا این موزه پوزه ها شد که بری موزه هاشو که بری بعد این مدتی واقعا برات تکراری میشه. این تو یه بار رفتی موزه، خب اوکی قشنگ بود جذاب بود، بار دوم که دیگه باز نمیخوای بری همون چیزا رو ببینی، تازه همه چیزش هم تکراریه، باز عوضم که نمیشه خودشون قدر. به خاطر همین اصلا نمیدونم خیلی با عنوان فضای سبز جای قشنگیه. کاخا بعد اینکه مثلا یه بار رفتی موزه رو دیدی، فضای سبزش خیلی قشنگه. خاطر من ترجیح دادم که اینجا بمونم و منتظر بقیه بمونم. تاریخ هم بگو. تاریخ چندم سیومه؟ 29/1407 سفر به زمان. داریم بالاخره برمیگردیم. من پیاده خیلی راه رفتیم. دیشب تا حالا خیلی داریم راه میریم. اصلا جالب نیست. 700 کالری شده. وای جدی بچه‌ها، ولی من اینجا پیاده خسته نمیشم. درسته که سخته و دو روز دارم مثل چی پیاده روی میکنم، واقعا از پیاده خسته نمیشم. الان چون انرژی خوردم دیگه اوکی. بچه‌ها واقعا عاشق شطرنج شدم، خیلی قشنگه.